السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اگر هر یک کدیم ما و شما بعد از هر یک نمازی که میخواندیم، نماز پنجگانه‌ای که در یک روز ما میخوانیم، نماز بامداد، نماز ظهر، نماز عصر، نماز شام، نماز خفتن، یعنی فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، بعد هر یک نمازی که ما میخوانیم، بعد هر یک نماز ما این دعا را اگر که تکرار کنیم، الله سبحانه و تعالی ما و شما را محافظه میگردانه از جن و از شیاطین. دعا این گونه است، دعا کوچک است، یعنی کوتاه است. هر یک از ما و شما اگر این را تکرار کنیم و انشاءالله که جن شیاطین ضررش رسانده نمیتونه. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. همین را باید ما و شما بعد از هر یک نماز 3 مرتبه تکرار کنیم و انشاء الله الرحمن یگانچه ضررش رسانده نمیتونه. الله موفقیت برای هر یک از ما و شما نصیب بگردانه.